خب اومدیم اینجا یه صبحونه بزنیم بعد راه بیفتیم تو ترافیک بریم. حالا کی برسیم خدا میدونه. فعلا هوا خوبه، هوا خیلی خوبه فعلا تا بعد ببینیم چه اتفاقاتی پیش رو داریم. اینجا اومدیم صف دستشویی. آقا ما شب کجایی؟ صف دیگه نمیدونم ما وایسادیم. یعنی هر جا وای میسن شما هم اونجا وای صف وای میسی عادت کردی نه؟ بیا آقا صاحب بیا. نه من الان ازت یه سوال دارم. میگم هر جا صفحه دیگه وای میسی دیگه نمیدونی چیه. درسته؟ چرا میدونم استثانی چی هست میشه به من بگی؟ خب بچه صف سرویس بهداشتی به این درازی ندیده بودیم که الان نفری 10-15 تومنم که بدن خیلی میشه. یارو یک کارخونه پول داره. آقا مشتبه نوشه 15 تومن آماده کن. از این آمد با من بیا. میشه بیای بریم اینجا جای الان اون دنیا و بیا بریم حاجی 2 ساعت دیگه هم تو نمیتونی بری دشتی. برو وایساده تو صف. ظاهراً که بچه‌هایی که رسیدن به لوکیشن میگم بارون شدیدی داره میباره. ظاهراً این دفعه یه چالشی داشته باشیم به خاطر بارونی که داره میباره. حالا میریم ببینیم چی میشه. اینم قشنگی خودشو داره. تو گرمای تهران کجا، بارون شدید کجا. بچه‌ها میگن سیلاسا. حالا بریم انشالله به ما هم بگیره. مشتبه سلام. یه تیک از ترافیک چقدر نقش میگه ببین نشسته اونجا چایی بهش میده شیوا خانوم قند تو دهنش میذاره. نگاه کنین این سفر چالش خواهیم داشت. آقا نمینا جان پوستتو میکنم. حالا الان دوربین دیدی داری این لات بازی در میاری؟
خیلی استرس کشیده است بازی. سلام. مرسی. خودت تو چی کار؟ باشه صابر را خوبی؟ رفتی بالا چی کار؟ نارگیل یه اومدم با یه جنگاری می‌زدیم قربونت برم بیا پایین میافتی اونو بگیر ببین من همینجا اعلام میکنم هر محتوای امن بذاره من ازشون شکایت میکنم یه لایک ولی من میتونم بعد از یه محتوا لایک نشون بده خدا تو درست نمیشی نگاه نگاه برعکس باید بشکرد میشی با بریم نه قرار شدش کدوم بره یه کتش تکنیشو باز کنم قرار به اون سم بازی کنم نه یکم هوا اوکی شد اینا پنج میکنه خوش هوا سرد برعکس تهران اینجا هوا تهران هوا گرم اینجا یخبندی اصلا سرد دیگه گذشته خب الان فقط بخاری مزه میده به بخاری سروش کم سروش عزیزم مرسی ولی بعضی از 4x4 میرم کولر میخرم میارن تو این هوا از این ابرای خوشگل بگیر نهار رو ردیف کنیم بخوریم یه ذره گرم بشیم تا بعد نهار ببینم مجتبی چیکار میخواد کنه داره اونجا میخنده کم بود پیکنیکش بهتره که کاش فیلمشه گرفته بودم
یعنی بهش گفت یاره مشتاق نهار چی خوردی؟ هیچی گرسنه‌ام، من اصلا هیچی نمیخورم. خیلی گشنه. من مظلومم. عزیزم مشتاق خدای رود شد اینو بگی؟ بعد خیلی جالب یادم نبود اینم دیگه بدترش میکنه. یادم نبود نهار خوردم. مگه میشه آدم شب بشه یادش نباشه نهار؟ اونم چی؟ رفتاری کوبیده. بیا اینجا. مهمون داشتم و خودم بابا نظری میرم میگیرم. یه لحظه بیا اینجا. نه تو الان میگه من اصلا یادم نه، باز قبول نمی‌کنی. بعد اون فیشه چی میگه رفتاری؟ همیشه من این قبضاشو حالا یه نفر یا مثلا انداخته تو میز آشپزخونه یا مثلا تو کمده. گمگورم نمیده. آره حواسم نمیمونه. من آدم ساده و ساده میام شو خود. خیلی صادقی. هیچکی مثل بعد جا نخورد. هیچکی مثل من خودشو نمیتونه لو بده. چیزایی یادت گل فروشیه. آه مرتضی یه بار من وای من پایینه آشپزخونه یه قبض افتاده. من خیلی نگاه میکنم که این چی بعدم مال یه گل فروشیه. خدا تو گل فروشی زنگ زدم. خدا شهریار بود. گل فروشی چی بود قضیه؟ گفت گفت خدا من نمیدونم. گل کجاست؟ نگو داداشش رفته بوده اونم کجا غذا بگیره این پوزش اومده گل فروشیه بوده که بغلش بود. داشتم می‌کشتمش دیگه. میزدی لهش نگاه به من داره تهدید میکنه. مشتبه پوستتو نه میکنم. من یه سوال نمیدونم چیکار کنم. لیو برای مامان چی میگه بود؟ بیا اینجا پیش مامان. خب غذامون هم دیگه داره آماده میشه. غذا چیه؟ شما پیشتون قیمه هانی. خیلی هم قیمه‌اش خوشمزه است و خوش‌طعم. تیلانایی شباین چه دلنشین بای مره قصه گوتی چقدر شیرین بای که تی قدر دونه تو ایز مای چی بون یه روز تی دل بیغم بمای بابا این اومده بود بابا این وقت گودال بود شما شخ زده بودی من میرفتم مثلا ماشین میشه تو شاسی دیگه چاره ای نداشت. ما شخ نزدیم خود ما خیلی راحت زدیم. آره حالا برگشت معلوم میشه دست نه به گودال. خدا ما شخ نزدیم محمد شخ زد فقط. همونجا والا محمد بود. انقدر ارتفاع محمد شخ زد ما دیگه شخ نزدیم. راست محمد شخ زد راحت اومد از اونجا. ما راحت من شما آقا مجید هم انگار کمباین انداختن جلوی من شما بود. پشت من بودی دیگه من شخ نزدم که من راحت شما پشت من خالی بود. می‌کنیم پشت بر می‌کردیم. آره ولی محمد بنده خدا شخ زد راه باز کرد گفت امروز شخ زدم واسه اون بیاید. من دیگه اون دفعه خاموش کردم این دفعه هم خاموش می‌کردم. خودمون قهر می‌کردیم می‌رفتیم. نمی‌ذاشیم کارو کرده بودی تو موتور هر چی شد. یه نفر ده با کمک علمدار کنه. تمام بکن تو. تمام. آقا تو کاری نداری. بالا. مرکبش خوبه؟ عالی. هر کی یه گوشه رو به سمت خودش بکشه. نمیخوام بزنی؟ آره بعد منتظر کی هستی؟ هیچ یه دونه نیست. چه خاطره؟ یکی بیاد جای من.
طبیعت کردیم. مرسی محمد. مرسی محمد. مرسی محمد. مرسی. من هم میشناسیم. تو بفهم. ما دفعه اولی هستیم. بگو که خراب نکن از همین اول. من هم یاسمنم. سلام یاسمن. سلام یاسمن. یه بار دیگه. سلام یاسمن. پارتیزیه؟ نگفتن شوری گفت. زنی بگی بچه همه با هم میگیم زنی. اشکال نه خیلی هم خوبه. محمد همین فرمون برو. 69 این هم بچه هایی من کلاهو بیارم. ماشاءالله. سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. صبح روز اول بیدار شدیم، بریم صبحونه سفرمون رو آماده کنیم. با این هوا و ویوی عالی، فوق العاده هوا خوبه، جاتون خالی. بریم صبحونه رو ردیف کنیم. بریم. صبح چیکار میکنیم؟ این روز اول نخوده رو ببن پنیرم بیار. نه ما حالا دیروز یخچال رو حقیقت خاموش کردیم بعد دارم، اما هنوز هم که هنوزی یخ همه چیز اصلا این پوشته بلند نمیشنیم. نگاه کن بلند نمیشه، ولی خب همین خوبه. آفتاب گرد آره به لباس تابستونی من پوشیدم واسه خدا اینو پوشیدم که اگه دربیه سردم سری در میاد یه کاری بکنه بگید دوباره یه جاهایی هم پیدا میشه که گرمای شدید از سرد باشه. به زمستون اون کمپ میرم که زمستون اینجوری نبود، پاییزش اینجوری میان میرن روزمون گرم آره قشنگ یتمون با لباسای متنوعی رو میشه. بابا همش لباس خنک بودن. بابا لباس به درک تکون میکنیم، فعالیت میکنیم. من همش دیروز دیدیم بودم. دیگه با عادت کنیم. دیشب خیلی سرد بریم عادت میکنیم بریم تهران دوباره میپریم. من با پاندو گردیم اشتباه استفاق نداشتیم. نه بخاری عالی بود، جواب بود. اون کیسه خوابم مایا داشت، بگردم ببینم پیداش میکنم. من هی خوابیدم هی لایه لایه در صبحونه هم که میخوری تو طبیعت باید با روغن حیوانی بشه، روغنی که ارزش خوردن رو حداقل داشته باشه. با این روغن جامد و مایعی که معلوم نیست اصلا تو بازار چی هست. این روغن هالین، اینو من بهتون پیشنهاد میکنم، بهترین روغن حیوانیه که میتونید بخورید. حتما برید بگیرید ازش استفاده کنید. آره بابا بیا یه لقمه بگیرم به حسابه؟ نه بابا دارم درست کنم. هالین همه چیش تخمیریه، چه اون ترشی که داره، ترشی انبه، یا اون یکی چی بود اسمش؟ کیمچی که داره همش تخمیریه. برای اونایی هم که چی میخورن میگن سالم خوری میکنن، بهترین چیزه که بگیرن و استفاده کنن. تکاورم داره، تکاورم گازشو داره. 15 سری مثلا چهار تا بودی؟ اونجا بودی؟ نمک بزن شما. یه دیگه هم بزن.
بس دیگه. اینم صبحونه خوش رنگ و خوشگل ما. به 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 خدا بیا صبحونه اون چه خوش رنگ شد. خدایا من تا 2 ماه فکر کنم نتونم سفر برم. این چه حرکتی بود؟ چی؟ دستو کردی تو غذا. خود نسوختی؟ نه داشت اینجوری میکرد. نه دستشو که انگوش کرد. غذا خواهرم دوست داشت بخوام تو غذا. چه حرکتی بود آخه؟ مثلا چرا تو رو دامادی قبول کردی نمیدونم. نگاه کن. الان میگی به من فیلم هلی شات بده. مال من بود مشتبه. آقا مشتبه با شما. آقا مشتبه. دیگه نشیدی این حرف منو نه؟ چه هواییه. آره به. بیا صاحب با هم دوست باشیم. چای بخوریم. چرا الان این چی شد این حرفو زدی خدا وکیل تهدید؟ وای این چقدر تو لحظه تغییر میکنه. آقا بفهمید صحبتتون میل کنی از دهن نیفته. این مشتبه سبزتگره. خب میدونید چرا؟ دیروز میخندید به من، الان که آفتاب در اومده که دارید مشاهده میکنید الان میگه نه من حسن نیتمو به تو ثابت کردم. حسن نیتش چی بود؟ داداش برو بخواب، دیدی سردته منو صدا کن. من تو رو برای چی صدا کنم؟ به دلیل صدا کرده بیا اینجا. من چرا باید تو رو صدا کنم؟ ایدا گفتم که اگه من به شما گفتم شما گفتی نه ما میخوابیم کیسه خواب فلان. گفتم داداش هر وقت سرده چون به من خبر بده. خب الان من تو رو خبر میکنم چه؟ می اومدیم تو چادر شما بخاریم و می آوردم. به خدا چون من عقلی کردم دوستان به خدا که این آدم فالووراش من اینجا میذارم یوتیوبرای از اونایی که یوتیوب نگاه میکنن اینجا میذارم این پستایی که میذاره هر چی در مورد من میگه دروغ فاحشه. فاحش؟ بله یعنی فوش میده همش. الانم که میگه دوستت ندارم دیگه. همه صبحونه هاشونو خوردن و هوا هم عالی شده. میخوایم بشینیم آی صبح بخیر. درود بر شما. صبحتون بخیر. صبح همگی بخیر. حالا چای بریزید خدمتتون. صبح همگی مرسی. هوا عالی. دوستانم که دارن لذتشون میبرن. مشتبه کجا میری؟ من اصلا لذت میشه جان. دروغ میگه. دانم. بله. سواره مثلا فکر می‌کنن جی کلاسه. پلتفرم جی کلاسه. خودت داشتی من گفتم. تو چرا میخوای دهن منو باز کنی؟ به خدا شبیه کارتون موزی میمونه. ببین صابر حساسه و من کل هیچ حساسیتی به ماشین ندارم. من بخوام برم اف جی بگیرم حالا مثلا مهم نیست تو الان بکش کنی تو ماشین اف جی. حالا دیگه همون که تو میگی. ما همون دو تا در داره همون. تو آخه جات میشه؟ چرا نمیشه؟ مجید تو الان اینو داری؟ وسایل جا نمیشه بیاری. اون چجوری فقط همون پشتش یه نه ذره ما رو تو کارگاه درست میکنم میکشم. ثابت پشت. دیدی اف جی پشتش موتور بسته بود؟ منم اونو میکنم پشتش وسایل انباری. جای آفرودی نمیتونی با اون بری. چرا میرم بابا. الان صابر همه چی میخواد از اسنپ پی الهام استفاده کنیم بخرید. میشه حساب کرد خیلی عوضی مشتبه. بابا نگید به این بابا میخوام برم براش خرید کنم. به خدا نکنید ساده نباشه. این اونو میبینه میره برای شما یه دونه جوراب میخره برای خودش تحت شلوار. هر چی دلش میخواد بخره. با خودش حساب کنه. من اسنپ پی منه. من الان اسنپ پی ام پره. یعنی هر ماه دارم تازه تصویر شدم قصد خریدم. اصلا اینو آره قصد آقا اینقدر آتیش سبز تو خونه سبز ما انداز دوستان. آقا مشتبه مبارکه. خواهش میکنم قابل شما پلاکشه؟ اتیکت قیمتشه. چنده؟ 3,200,000 تومان. 320,000 تومان مبارکت باشه. 32 میلیون ریال. خب میشه الان بندازید ببینم. این اصلا تا 3 سال دیگه رو پیرن من میمونه. 3,200 هزینه کردم میمونه اینجا.
بچه ها دارن بازی میکنن. آقا صابر نگی بهشون سه رو میگفتم بعد بهشون میگفتم ته بگی آقا صابر نه سه رو بگم حالا نیازی نیست واقعا فرشته نه بفرمایید شغله عزیزم شغله سنا به من بگو به من. این از الان هنوز شروع نشده شروع شد جای زنبازی و خب رفت سمتشون نگید دیگه. سنا به من بگو به من تو گوشم بگو آقا یکی داره SMS میکنه. بگو سنا به من بگو. خب منم الان با مردم من با مردم نه دیگه شما دیدی دیگه بچه‌ها شغله خانومه هست. نه دیگه اینجوری نداره شغله. بله خیر سه کلمه. کلمه اول آخری کوچیک بود. بچه کودک آخرین کلمه کودکه. خب کلمه وسطی روانشناس بالینی کودک بیبیسیته کلمه وسط کف پا باله اسکی پاتیناژ مربی پاتیناژ آفرین مربی پاتیناژ دیگه باختید دیگه. ماشاءالله مردم. دوستان کودک رو گفتیم میگن کودکان. ببینین اینا چقدر جرزنن. ببینین منو بگید بعد بوستر رو گفتن پوستر باید قبول کنیم. نه یه دفعه خودم بفهمم چیه. خزنده بود رو زمین راه برد. دو حرفه حرف دوم سرما قطب جنوب قطب شمال پنگوئن خرس قطبی قطب سیبری پرنده هستی. آره خب لک اردک سیبری آز سیبری پنگوئن از جای سرد میاد. خرس پنگوئن سیبری میمون سیبری لولای سیبری لولای در سیبری له داره دونا سیبری نه بذار تیزر اک تیزر. نه میخوام مثلا میگم نگاه کن پرید. خب میخوام عکس بگیرم. آره میگیرم. این که دیدی حالا تو تصویر اومد. قلاب خوب شد. من راضی نیستم. همین لایک هم نشون نمیدم. آره لایک رو نشون بده. نمیدم. من از تو شکایت میکنم. بیا ببینم ویدیوها رو. بچه‌ها یادتون میاد گفتم این مشتبه ظرفای بقیه رو میشوره. الان ظرفای کمپ جمع شده. حقیقت پول نداشتن. 700,000 تومان بهش پول دادم. الان نشونتون میدم. توی چیزش ماشینش هستش. 700 تومان گرفته ظرفا رو این 2 روزه بشوره. ممنونم آقا مشتبه. فیش 50 میلیون تومانی که برای ایشون من زدم همیشه تو جیبش باشم. من براتون الان میرم پولم که 700 تومان نقدم دادم تو حساب نزدم. تو ماشین بهتون نشون میدم. آقا مشتبه تو ولاگ سفر عیدم هستش. چند قسمت اگه ندید برید ببینید. الان خواستم بهتون بگم هستش که ظرفا هستن. من زحمت دارم میکشم. برای 2 روز 700,000 تومان. دست شما درد ورشکستش. سامه نمیشه آبو ول کردی. تو چیکار کنم؟ تومن 4 تومن خریدم. کبابیه. چرا آدم‌ها با اخلاقه. اون شب گفتم این پلاستیکش گم بشه فلان بشه هم یه مش بریم تو بیا اینا رایگان بشه. آره الان گرفتم میگم اونم رایگان برام فرست. حالا دنبال مثلا بخوام سفر نیست ولی هر چیزی میخواد دیگه. ولی شنیدم
آقا غذا فعلا آماده نمیشه یا همه با هم غذا میخوریم یا من نمیخوریم. بیاد با ما واسه ما آماده میشه بیاد با ما بخورید. کچوار من یه دونه دارم 2 ساله بارتش هم نکردم. همه بچه‌ها دارن. پوره کارا بندازم. برنجمون آماده است. خب غذای امروزمونم بزنیم تو رگ. با دوستان قرار جمع بشیم یه جا، درسته؟ بله. قرار جمع بشیم یه جا. منم براشون آشپزی دارم میکنم. ما غذا نداریم، حقیقت گفتن غذای ما رو بپز یه ذره اینقدر قرار به ما بدن بخوریم. دیگه اینجوریه دیگه. بیا. بیا. الان خانم بیای. الهام یک بنده خدا گوشی نیست. این بنده خود من لنزشو عوض کنم. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. آقا نکنید تکون ندین. 2 روز دیگه میگم مجتبی قیشقیشا. نه این رو پله است. بخوایم تو نمیخوای بخواب بیشتر اتاق 100 شد 200 شد. من که میخوام یا 80 بخرم یا 100 بخرم. حاجی من میخوام برم رو اتاق 300. 300 آره. حیف واسه آفرو. عزیزم لذت دنیا رو لذت دنیا همه واسه ما کار میکنن. یعنی جان من چی برم بگیرم؟ یا من حاجی تو هم بیا رو 300 بیا. آره بابا واسه کی بذاری؟ آره بیا ظرف بشوریم فعلا ولش. آره حاجی آقای توت سوار ظرفا آره رو بشور. بفهمم. یه دونه اسب اینجا بود میتونیم بریم بگیریم. کردن با هم دیگه
از روی رفتارهای یکدیگه جزئیات تونستن بازی‌های مافیاست. پیدا بکنن و دونه دونه حذفشون بکنن. حالا نقش‌هایی که دارن تو اون شهره که از بین رفته و الان مافیاها هم میخوان بگیرنش، یک سری آدم‌هایی بودن مثل دکتر بوده اونجا. من نگفتم که پشت دست این بازی کنیم، گفتم صابر بازیکن خوبیه، اگر مافیا باشه سریع بندازیمش بیرون، اگر احساس کردین شهره پشت دستش بازی کنیم. اول بازی هیچ که انقدر اگه مافیا باشه خوش تابلو نمیکنه که بگه پشت دست این بازی کنید. پس آقا بین این دوتا یعنی مطمئن باشید امشب هم منو میندازم بیرون، بین این دوتا یکیشون مافیاست دیگه، خود دانید. بفرمایید. اومد حرف زد که نمیخوام کره شما رو بگیرم و گفتی آقا محمد بابای من مافیا. بابای من اگه مافیا نبود وقتی شما برگشتش گفتش که نه آقا محمد فقط داره میاد با من حرف میزنه، خودشو نمیاد بلند شه که مثلا بگه وای نه من مافیا نیستم و اینا. 4 تا رای گیری برای خانم یاسمن، رای برای پرنیان، رای برای خانم الهام، رای برای آقای داوود، رای برای آقای محمد، رای برای امیرحسین، رای برای خانم سنا. اون ور دیگه نداریم. بچه‌ها خداحافظی می‌کنیم با آقای امیرحسین. سایدشو نمیتونه بگه نه؟ مافیای بازی بودن. تمام. بیا. خب بساط شام شب و دستی با یک کفگیر قشنگ هم بود. به خدا که چه رنگی داره. گوجه بیارم؟ خیلی ردیفه. هم همینا دیدی عوض شده بسته بندیش؟ در شده جونشو بگیره قشنگ. من برگر با صابر می‌خورم. کجا؟ مشتبه شام چی داری؟ برگر. این چیه که ما میایم رفتنش نمیاد؟ من یه جا مثل اینجا بیا یه بیس کمپ بزنه ما بمونیم هفته یه بار ما اینجا بمونیم آخر هفته تو ما اینجا آماده میکنیم بعد جمع میکنیم. به خدا نون زن و بچه رو بده من صابری بودیم. یه وقتی میای همه چی حاضره آماده است، همه چی موقعی هم که دارید میاید با اون اتاق 300 بیایید. آره ما با 300 ظرف میشیریم. یه آمار اینو بگید مجید گم نکنیم. دست شیوا سردته؟ اینو بگیر. مجید جان میخوای بیشتر همین الان نه جا زیاده. اینو خونه جدید ببین یه کلاه داره میره سرت که حالا سایزش رو اندازه بزنی ها. ولی صابر من آخرین قیمتی که دارم دیوار بغل خالی. مجید آقا فروختیمش 3500. بیا دیوار بغل. آقا پول کلمبیا رو ازش بگیر با اسنوهاکو. خب صابر جان براش تبلیغ میکنم. صابر 5 دادی الان 10 میخرمش. شماره شما برام بفرست. شماره چی خوبه دیگه. یه شماره شما برام نه به دردم میخوره. همین الان 15 فروش. شکرت. اینو 15 هم میخرم مشکل ندارم من. یه شماره شما برام بفرست. شما دست میدی بعد شماره کارت نمیدی. 62 روز. این خوب بود. بچه‌ها چهره واقعی این آدما بفهمید چجوری مال آدما رو از دستشون در میاره. راضی نیستی مجید؟ تموم شد. تو دهن تو من راضی نیستم. من اول خریدم اینو. آقا گفتم 700 بعد بقیه‌شو اسنپ کن. با 1%. خب شب آخره دیگه یواش یواش میریم بگیریم بخوابیم. اون ماهو نمیدونم شما پشت من میبینید یا نه، یه ماه خیلی خوشگلی هم در اومده. بریم بگیریم بخوابیم که فردا باید صبح بلند شیم راه بیفتیم. امیدوارم فردا ترافیک هم نخوریم چون شنبه حتما باید سر کار باشیم، حتما هم باید برگردیم. شب شما بخیر.
مشابه که اونو بیا به شخص مو بر برو از این برو از این نه اومدیه درسته برو اینو با پایین جمع میکنم این چیده ها یه چیکو بذار این اون یک آقا خیلی خوشحال شدم مافیا یک قطع من خدا فداتون بشم مخلصیم فدات میبینم بیا این دیگه ایشالله سفرهای بعدی فدات شما یعنی این مافیا اینجا بازی تازه کاری علیکو بیا اتانی خدافظی من بکنم علی آقا علی خداحافظ خدا نگهدار خیلی خوشحال علی خداحافظ خیلی خوشحال محمد جون اصل کاری دمت گرم مثل همیشه خیلی حال دادی آقای لیده خیلی لذت بردیم مرسی اومدی خیلی لذت بردیم خیلی فدات بشم زیاد ندارم فقط تیکه تیکش کنم نه درست هر سایز بخوای درست می‌کنه مثلا اینقدر نه چه رونیه بجام فقط تیکش کنی من جا همه رو درست می‌کنم دیگه اونجا نباشه برای دو پول بشه آره این رونه خیلی نرم میشه عالی دستتون نرم جلو بخور بعد متوجه میشی اونم واسه فردا می‌فرستم آره دست اون خیلی قشنگه شد خوب شد نه بابا خوب چیه من اون یه دونه خیلی اونو من یه دونه چیز درست می‌کنم ازش یه ویدیو تو اینستاگرام یه ویوی بخورم